اگه فرار از زندان رو دوست داشتی، این 5 تا سریال رو هم قطعاً دوست داری. شماره 1 اسکیپ ات دنمورا. 2 تا زندونی توی زندون فوق امنیتی با صبر و حوصله ماه‌ها تونل میزنن. همه چیز با یه رابطه پنهانی با یکی از کارکنای زندان شروع میشه. هر روز قدمی کوچک به سمت آزادی برمیدارن، اما کوچکترین اشتباه میتونه همه چیز رو نابود کنه. داستانی که لحظه به لحظهش بوی خطر میده. شماره 2 لاکتاب. ماکارنا زنی که هیچ وقت فکر نمی‌کرد پاش به زندون باز بشه، ناگهان وسط دنیایی پر از خشونت و خیانت پرت میشه و برای زنده موندن باید یاد بگیره چطور با دشمناش معامله کنه و دوستای واقعی رو پیدا کنه. اما در پس همه اینها یه نقشه فرار آروم آروم شکل میگیره. شماره 3 بریک اوت کینگز. یه تیم عجیب از مأمورا و زندانیای سابق مأموریت دارن هر زندانی فراری رو قبل از ناپدید شدن پیدا کنن. هر پرونده یه روش فرار متفاوت داره، از تونل‌های مخفی گرفته تا نقشه‌های پیچیده با هویت جعلی. سرعت عمل و هوش تنها شانس موفقیت اوناست. شماره 4 ونتورس. در زندان زنان ونتورس هر روز جنگی برای بقاست. اتحادها و دشمنی‌ها هر لحظه تغییر میکنه. بعضی‌ها فقط میخوان زنده بمونن، بعضی‌ها به دنبال قدرتن و بعضی‌ها در سکوت راهی برای فرار پیدا میکنن. هر قسمت پر از غافلگیری و لحظات نفسگیره. و در نهایت شماره 5 بلک برد. بر اساس داستان واقعی جیمی کل، یه قاچاقچی مواد که به اون پیشنهاد میشه اگه بتونه از یه قاتل زنجیره‌ای اعتراف بگیره آزاد میشه. برای این کار باید به یه زندون فوق امنیتی منتقل بشه و اعتماد یکی از خطرناکترین زندانی‌ها رو جلب کنه. فضای خفقان‌آور، بازی روانی بین 2 زندانی و فشار زمان داستان رو به اوج تنش میرسونه. خب اینم از 5 سریال پرهیجان با محور زندان و فرار. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک یادتون نره و حتما توی کامنت ها بگین کدوم یکی رو اول میبینید. اگه سریال دیگه ای رو هم میشناسید که باید توی این لیست باشه معرفی کنید تا همه با هم ببینیم. برای لیست های بیشتر هم ویدیوهای بعدی رو از دست ندین.